مرا پوشم. در تبا پوشد پوش. گذر مثل خرف از این است. بچه ای قیواز بینه ای. جاگر میگون آلماتور خورد بوار نمیکنه. به ایخی بده روزه کشتن درویم. شوکت بگیر در آکشا زودتر باش. یقا کلی بیسوره کدوم کلی چه؟ کلیدی کلان شگون کس نمیداد باز. ای خر بچه در راک شده نمیتونی ها؟ زود باش. ای چی مرا میزنی؟ سردیچکای کلی زود ویرونه خب باید زود تو خود است. اینه قریب اومد. ای خدا لعنت کنه بگیر زودتر. اینه در کشداش بکش. داریم زودتر. زودتر بگیر. ای مانوش. گذر. کلاسی پردو را مگزین اکای حکیم خریدی؟ باهوش نوه این حیوان بگریزه برادر؟ پروا نکن فکر اینشو هم کردم من. زنجیر. اوه این زنجیری فیله. گوش کلاس این سگه که به زنجیر میبندیمش. این آدم ما رو یک جای ببیند تماما چیزی دیگر میشود. یکون بندی سبکتر نیفتی؟ برای همین باید تصمیممون رو بگیری. این طرفی زنجیر در کجا میبندی؟ حالا توی است. ها؟ برادیاتر گرم کنی خانه میبندی. این را بگیر. بیا برادر این حیوان گیزلان نشوه و همه اطرافی این را بکنه خانه پوری او شود. خالینو جزیر میشده؟ نه اکنون تو همین قدر واهمه کردی. آخیر برادر او رو مثل حیوانی وحشی بستیم کو؟ توبه استغفرالله. ای بیدور شدی. مرا چیکار کردید؟ کاری نکردیم. برای آرام نشستن تو رو بستیم. این چی است؟ این چی است؟ با زنجیر سگ بستید مرا. شما دیوانه شده؟ نه اونه. اگر با زنجیر سگ میبستیم تو آن را میکندیم. برای همین با زنجیر فیل بستیم. با این فیل را میبندم. مرا شاید مرا حیوان خورو. اون الارم شوکت تو همین جایی است. اگر کاری کند به سرش زن که از خوش شود. با چی بزنم؟ چی میدونم با کفگیر است با کفلیز است. من این رو چیکار کنم روزی اوخیم؟ شنیدی مرا؟ این کار را ببین. کمیسر اونال در خانه من می ایستاده است. گرچند پایش را به زنجیر بستم اما حالا هم خواتیرم. ای خدای مهربانم چقدر حیاتم شیرین بود. مثل احمد شمشک حیاتم را ادامه میدادم مگر بد میشد. ای وای آف اکه اونال با من میبود هوید میکردم به خدا. شوکت کن اینجا بیا کشانی را. ای وسوسم نکن به خدا. شوکت کشا میگویم. یک آدم کلانی رنگی کودکو رفتار میکنی. اکه اونال کلیت ایره من ندارم به خدا. بریشی همجا آخی جد سوزه. تمام شوکت تمام. بیا یک گم میگویم. ها؟ لعنتی پراب بزنم باشی دوتا. کس گم شو کل جاد بگذر. تر جاد بگذر. حرامی لعنتی این بالیشتی که در دست داری با تو میخورانم. اونم تیز بجویت گذر. حرمتت کردم ای خود رفتی اونم. ولی با این تکسری میزنم اون حیوان. بانو جان میس بانو
همراه من رقص میکنی اصلکم؟ کنی اینجا بیا بشرف. ای شوکت، و تو گفتم بسر از دهن از روش رود خوابم نمیبرد. من با تو همین خیل میرقصم که حاضر میبینی رقص با مرگ. مرده هر دوتون را از این خانه میبرارند. ولی مجیم بیام سر مدر بلای کیفتت منو. معلمه اینجا بیا جانکم، نزدیکتر بیا. بانو جان خیلی نکن نفس میگیره، چیکار میکنی؟ بانو جان کمیسرم شما چیکار میکنید؟ سر دید مرا کمیسرم. از شما دیگر کمیسریم هم نمانده است. کمیسریم را از من گرفتید شما دوخری ابله. کالتا کلاس چی گپ است؟ چی گپ است؟ با تو نگفته بودم بسرش بیزن از روش رود. همینش رو امان کنم. یا خدایا برادر کالتا کلاس. چی کار میکنی اونال؟ دیوانه هستی مگر؟ نزدیک نشو که برادرت رو میکشم. کارهای بیعقلانه نکن اونال. قانون را میدونی، بیعقلی نکن. نفهمیدی که آدم قانونی هستم بشرف. نزدیک نشو که گردنش رو میشکنم. بین خواسته تو اونیست، من هستم. رها کن او را، مرا به جای او بگیر. میلش بگیر. کلیدها را بیار. کلیدها را؟ زود رفته کلیدها را بیار میگویم. میکشم این را. اونالیست تمام. تو آرام شو. اکه اونا مرا گوش کن. بخدا من نمیخواستم ترک زنجیر بند کنم. همش فکر یعنی موهای مرا سرت یکم مرا نکش که او بال بشه. خرپچه احمق، آدم فروشی را خوب میدون. بکشم اوخی. تمام. اونال آرام شو. کلیدها را میارم. میلش آرام باش. ده بچه جو کمیسر سرت داره. زود برادرت حاضر نمیرد. زودتر باش میگویم. برزوبه نفس رو گرفت کمیسر. اونال تمام شد. ایست. آهسته این بوی چی است؟ چی خیل بوین؟ بوی موی نیست. یکان چیز با من شامت هم. روز میگه بخدا بو هست. بشرف کنی اینجا بیا ایزه گذر. نافته برا کلیتا را بگیر. خانه بوی گرفت. بخدا کلیتا را در حیاتم دیگه نمیگیرم. من اونال در نزدیک نمیشم دیگه. توبه کردم. چی شد؟ زنجیر بسیار غفص است میگفتی. کم مونده بود که نفست بگیرد. بخدا قریب میمردم. تو چرا اینقدر بیعقل هستی؟ بخدا بیعقل نیستم. یه حیوان مرا در خون دستگیر کرد. با زنجیر گلویت را بسته بود میمردی. دیوانه هستی. ای باشه خواب بودم میگم نمیفهمیگم. خاموش. خواب بودم میگوید. بیعقل. با آنجا گذر با دقت خواب کن. ای برادر من در اینجا خواب نمیکنم. همراه تو در اون خانه خواب میکنم. کلی گذر بدن میخوابیده است. کله نکن. هر کجایی که خواب میکنی خاموش باش. ای کله از طرف من دستک نزن. باز من بری تو میرم خواب میرم. خودش در اون خانه خواب میره و مرا در پیش سگا خواب میکنه. با خدا میگزیدم چیلو کالو میکردم. نخود با سگ خواب رویم. برادر من میرم. تو چی کار میکنی ها؟ برادر این احتیاط که میگذد بخدا. افتی را بینوخی رفته و بازی کنم که بوی سگ گرفتم. بعد رفته برای آشخانه یگان چی خریدم میارم. شد تمام رو. احتیاط که نگذد من نهلش رو. این توشا
خوردنی گذارم برای تو که نماری. گرسنه که شدی میخوری، از آن خوراکایی میخورده ای تو نیست. قناعت کن.